خونه چی بدم؟ میگه احمد شوخی کرد ماشین انداخت تو سر. و اینک به سرخاله احمد چی کارش کردی احمد؟ حاجی خط تو از پایین که نمیزن درسته دیگه؟ از همونجا میندازن. آفرین، از اونجا باید ماتش میکنی. یه دور دیگه بزنی خفم میکنی. به خدا اصلا تو نمیفهمی. آقا من که دست تو میبینم اونجا. وای وای احمد نه اینو دیگه نکن. مجید تو رو قرآن بگیرن ازش. مجید بگیر نه دیگه یه صحبت نه نیستی نه آقا نه زد دیگه کارش نمیشه. نه آقا میشه کاریش کرد. صبر کن یک ثانیه به من اعتماد کن. نه اعتماد نمی‌کنم هیچ موقع به تو. یه دقیقه صبر کن تو. بشین دیگه. نه یه کاری کنم. بابا خیلی بد میشه. یه دقیقه صبر کن تو. آقا اگه بد شدش فوقش 2 روز دیگه در میاد دیگه. نمیخوای بمیری که.